سلام سلام بچه ها، گل های شاد و خندان. دائم خواهم از خدا مأنوس باشید با قرآن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دوستان خوبم، حالتان چطور است؟ بردم با قوت هستید؟ سلامت و خندان هستید؟ هزاران شکر خدا را که اینقدر دوستانی خوب دارم. من مدینه هستم و حضور شما را در برنامه رمضانی مهمانی خدا جان خوش آمد گفته تمنا میکنم تا آخر با ما همراه باشید. بچه ها، 3 روز از رمضان هم در حال سپری شدن است. با قول بزرگترها چشم بر هم زنیم ماه رمضان تمام می شود. چه خوب است که قدر این ماه عزیز را دانیم و کوشش کنیم که بیشتر به خدای مهربان نزدیک شویم. حتما میپرسید چگونه؟ بچه ها، آیید به همین سوال امروز خاطره یک دیگر از دوستانمان با نام محمد جان را پخش میکنیم. محمد جان اهل اسفر است و 12 ساله می باشد. السلام علیکم همنشینان خوبی رادیو مهر، برنامه مهمانی خدا جان. من در اسفر زندگی میکنم. سالی گذشته در ماه رمضان من و مادرم به خانه بابایم در کانی بادام رفته. کانی بادام آنجایی که بابایم زندگی میکند. اسفر از کانی بادام تقریبا 40 دقیقه دور است. پس از دمیدن صبح به کانی بادام رفتیم. تقریبا پس از 1 ساعت ما به خانه بابایم آمدیم. وقتی به خانه در آمدیم آنها ما را خوش استقبال کردند. پس از سلام دادن به همه بابایم در یک طرف ایوان نشسته به خواندن کتاب‌ها و قرآن شروع کردند. مادر و بیبیم و خاله هایم در آن طرف ملایم صحبت می‌کردند. من خیلی خسته بودم و خوابم می‌برد. آهسته به مادرم گفتم که من نتوانم در یک گام خانه خواب کنم. مادرم نیز گفت البته. آنها به من خانه را نشان دادند و گفتند که در آن خانه خواب کنم. من 2 یا 3 ساعت خواب رفتم. وقتی از خواب بیدار شدم دیدم که بابایم از یک طرف هیزم جابجا میکنند و کنده را میده میکنند. من دستورایم را شسته پس از آن رفتم و تلویزیون را در گرانده مولتفیلمم را تماشا کردم. کمی بعد وقتی که بیرون شدم دیدم که بابایم آستینش را بالا کرده و میخواهد برای نماز پیشین طهارت کند. من هم با او رفتم و به نماز آماده شدم. بعد هر دویمان با جماعت نماز خواندیم. بعد از نماز بابایم باز چند صفحه قرآن تلاوت کردند. من هم گوش میکردم. وقتی که تلاوتی بابایم به پایان رسید دیدند که بیبیم چند چیز را از پدل بیرون میکشد. بابایم برخاستند و رفتند و به بیبیم کمک کردند. در طرف دیگر در حولی خاله‌ام نان میپخت. بابایم به نزد خالم رفته با شاخی های خود خالم را خنداندند و آفرین گفتند و تشکر کردند. رفتند سمت باغچه و به گل و گیاهان آب دادند و بعضی علف های بیکاره را کنده باغچه را مرتب کردند و دوباره به ایوان آمده به خواندن کتاب شروع کردند. نزد او رفتم و گفتم بابا جان شما که اینقدر کار میکنید مانده نمیشوید؟ باز پس از این همه کارها شما مطالعه میکنید. میتوانید بگویید که چی میخواند؟ بابایم گفتند کتابی حدیث. میخوای من یک حدیث را برای تو بخوانم؟ من سرم را آهسته جنبانده به او نزدیکتر نشستم. بابایم گفت رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند ماه رمضان را میتوان ماه خدا دانست. ماه نامید که خدا در آن نیکی ها را افزایش میدهد و گناهان را پاک مینماید و آن ماه برکت میباشد. بهترین کاری که در ماه رمضان انجام داده می شود دوری از حرام های الهی است. بعد تبسم کنان به من نگریستند و گفتند که افسوس که ما از این فرصت استفاده نمی کنیم. ما باید قدر شب و روز ماه رمضان را بدانیم. در این ماه هر یک کار خیر که ما کرده می توانیم ثواب بزرگی دارد. گفتم خوش به حال شما.
آخر شما بسیار کارهای خوب کردید. چرا من خواب رفتم و پس تنها بود فیلمم را دیدم. بابا جانم خندیده گفتند نبیره عزیزم محمد جان، در این ماه خدای مهربان حتی روزدارانی که خواب میروند را پاداش میدهد. همزمان مادری من پیش ما آمده گفت که روغن کم است و روغن خریدن لازم است. من و بابایم یکدیگر را نگریسته یک بار گفتیم میروم و میآورم. مادرم به تعجب تبسم کرده و آشخانه رفت. من هم از بابایم پول گرفته دویده روغن خریدم. نزدیک غروب آفتاب بیبی جانم و من 2 کاسه شوربا با 2 نان گرم به من داده گفت اینها را به همسایه های چپ و راست ده. افطار دادن خیلی ثواب است. من گفته های بیبی جانم را اجرا کردم و خیلی خرسند بودم که در این ثواب شرکت میکنم. بعد از آن من خیلی سعی کردم که قدری ماهی شریف رمضان را دانم و به کارهای خیر خدای مهربان را راضی کنم. تشکر زیاد برای شنیدن صحبت‌های من. صد آفرین به محمد جان، دادرک عزیزم که نمازش را در سری وقتش میخواند. چه خوب است که ما بچه ها هم کوشش کنیم با خوش اخلاقی، گوش کردن به حرف بزرگترها، یاردم کردن به والدین خداوند را خوشنود کنیم و از ثواب آن بهره بریم. دست را یکانی من تا برنامه بعد در پناه خدا سلامت و شاداب بمانید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.